در نتیجه بارشات دیروزه یعنی 27 آگوست سال 2023 که از سحر تا شب دوام کرد در منطقه در شاهراه دوشنبه چنک در بسیار منطقه ها سیل فرآمد، خصوصا در منطقه ورزاب از همه منطقه که از تاثیر باران و فرآمدن سیل مثلا باراها بسیار سیل منطقه ورزاب در این منطقه در 6 قیده در کیلومتر 18 در کیلومتر 20 در کیلومتر 21 در کیلومتر 53 و در کیلومتر 17 فرآمدن سیل به قید گرفته شد. در نتیجه بسیار ضررهای خود را در راه و استفاده برندگان راه یعنی به نقلیات‌های که در راه حرکت می‌کردند ضرر خود را رساند. در این نتیجه کارمندان شرکت در یک جایگی با راهبریت منطقه ورزاب، رئیس ناحیه ورزاب، حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت نقلیات در یک جایگی همه این کمبودی‌ها را سری وقت برطرف کردند و مردم را به جای بی‌خوف کشانیدند. گفتم استاد اگه ای بولو یودک جوبدن یودک جوبدن این بولو اومده تمام شد. این باید سوژ بر همین شاق باید همین چیوشون کور میگردن همین میخلاپاتوش همین زبه همین جیپا نه خانه
فقط نمیدونم همون تو ماشین هم بود رونالدو هست تسلط رومانو Aqui,